میخوام در مورد شرایط گرفتن شهروندی سوئیس از طریق ازدواج رو بهتون توضیح بدم. توی بیشتر کشورهای اروپا ازدواج با شخصی که ساکن اون کشور هستش و حداقل اقامت موقت رو داره میتونه باعث گرفتن ویزا و حق اقامت برای شما باشه. اما ازدواج با کسی که ملیت اون کشور رو داره مزایای بیشتری داره. توی سوئیس ازدواج با شخصی که دارای پاسپورت کشور سوئیس هستش میتونه فرایند اخذ شهروندی رو چندین سال جلو بندازه و اگر شما به مدت 3 سال با شخصی که دارای پاسپورت کشور سوئیسه به عنوان همسر زندگی کرده باشین و جمعاً به مدت 5 سال توی سوئیس به صورت قانونی حضور داشته باشین، شرط زمانی برای اخذ ملیت سوئیسی رو دارا هستین. تحت شرایطی حتی بدون زندگی توی سوئیس هم میتونین ملیت سوئیس رو بگیرین به شرطی که همسر شما دارای پاسپورت کشور سوئیس باشه. هر سوالی که داشتین توی کامنت ها بپرسین، سعی میکنم تک تک جواب بدم.